الو. سلام، خسته نباشید. سلام، ممنونم. حالتون خوبه؟ ممنونم. ببخشید شما؟ الان سفارش قبول میکنید شما؟ کجا رو گرفتین شما؟ من پیتزا میخواستم، اگه میشه پیتزا واسه من بیارید، من گشتمه. کجا؟ اشتراک 184. اشتباه گرفتم بابا. خب 185. متوجه نمیشم. چند؟ اشتراک 85. اشتباه گرفته بابا. جانی هستم خانم. الان من همون همیشگی همون پیتزا میخواستم، اگه میشه پیتزا رو برای من بیارید، من گشتمه خانم. متوجه نمیشید، شما میگم اشتباه گرفته. یعنی چی اشتباه گرفتم؟ یعنی شما الان پیتزا استادی نیستین؟ چی؟ فست فود پیتزا استادی نیستی شما مگه؟ نه خیر، اشتباه گرفتم. شما کی هست؟ یه دقیقه وایسان شماره. یا امام زمان حضرت زینب. استاد شما هستین؟ ببخشید من اشتباه تماس گرفته بودم الان. شما؟ استاد من شرمندم، من جانی هستم، یکی از دانشجوهای اینترنتون، درس امایس، دانشگاه تی جی تهران جنوب. جانی به جا نمیارم. آقا جانی. آقا جانی. آها، همون که تای کلاس هستی همش تیکه میندازین. نه من تیکه نمیندازم استاد، ته کلاس میشینم ولی من تیکه نمیندازم. ببخشید استاد، من واقعا اشتباه گرفتم، شرمنده به خدا. خواهش میکنم. ساعت رو دیدی؟ آقا جانی؟ استاد من گشتم و دقیقتا مادر پدرم نیستن خونه، بعد دیگه گفتم الان دیگه چیکار کنم دیگه، بس دیگه انقدر املت خوردم، تخم مرغ نیم رو اینا خوردم دیگه، داشت حالم بد نشستم بالا می آوردم، گفتم زنگ بزنم پیتزا سفارش بدم بخورم که دیگه اشتباهی به شما زنگ زدم، ببخشید تو رو خود شرمنده. خواهش میکنم. بعد موقع هم زنگ زدم، فکر کنم شبتون رو خراب کردم. آره سال 11 دیگه. بله استاد، من عذرخواهی میکنم. فقط جسارتا الان یه اتفاق خوبی هم که افتاد، حقیقت امر اینه که ما دیروز امتحان داشتیم، بعد امتحان درس شما رو امایه سیستم اطلاعات مدیریت، بعد من حقیقتا یه مقدار چون حفظیاتم ضعیفه، این درس شما واقعا 8 و 9 تا فصل بود دیاره، 9 تا فصل بود، 2 تاش هم که ما میان ترم، 3 تاش میان ترم داده بودیم، یه 2 تا یه 3 تا من که نداده بودم، بقیه بچه‌ها داده بودن. بعد من حفظیاتم ضعیف بود استاد، نتونستم حقیقتا بخونم. خب بعد دیگه گفتم الان که دیگه حالا به صورت تصادفی ان شاءالله خواست خدا بوده دیگه، زنگ زدیم ما به شما، یه توفیق اجباری شد هم حالی از شما بپرسیم و خسته نباشید بگیم بابت ترم خوبی که با شما سپری کردیم گذروندیم، یکم که اگه میشه یه محبتی کنید، دست و دلواز استاد تصدیق کنید برگی منو. امتحاناتو خراب کردی یعنی؟ استاد خراب نکردم، حقیقتا گند زدم، حالا بخوام به صریح ترین شکل ممکن بگم، فکر کنم برگم و اگه تقلب ازم نمیگرفتن سفید بود. تقلبم کرده بودی؟ برگ کوچیک همراه بود استاد، دقیقاً گرفتشون مراقب، ولی حالا اسممو ننوشت، یا مثلا صورت جلسه نکرد، ولی خب تقلبم همراه آورده بودم دیگه، از خدا که پنهونی، از شما چه پنهون، من واقعا بلد نبودم درس شما رو. خب ولی من کلا امتحانات برام ملاک نیستش، بیشتر فعالیت کلاسی برام مهمه. تو کلاس همه حضور داشتی؟ جان؟ تو کلاس ها حضور داشتی؟ استاد صداتون نمیشنم، اگه میشه یکم بلندتر صحبت میکنی؟ صدای من میاد؟ جان؟ میگم تو کلاس ها حضور داشتی؟ بله استاد، تو کلاساتون حضور داشتم، حالا یکی 2 3 جلسه 10 جلسه غیبت کردم، ولی خب بازم اومدم. چند جلسه؟ یه 2 3 7 8 10 جلسه غیبت کردم فکر میکنم. 2 3 7. تو من فعالیت کلاسی بیشتر برام مهمه تا نمره توی سر جلسه امتحان. کنفرانس هم شما می‌خواستید حقیقتا، وقتی ببخشید من قد شطور، ببخشید این لفظ استفاده میکنم، شرمنده تو رو خدا عذرخواهی میکنم، من هیچی بارم نیست از درس شما، کنفرانس چی باید بیام ارائه بدم؟ اصلا من اشتباهی اومدم تو این دانشگاه به خدا. یعنی چی اشتباه؟ یعنی کلا درس اشتباه اومدی خوندی؟ نه من حقیقتا میخواستم برم رشته دوبلوری، خب گویندگی، بعد اشتباهی 2 تا حرف جابجا شدن و من اصلا کلا مسیر زندگیم عوض شد. دولبری، آره کلا مسیرم عوض شد. جان؟ چی؟ میگم اشتباه مسیر اومدم، متوجه هستی؟ بعد دیگه گفتم تا اینجا اومدم، خب باقیش هم میرم، ما که سر شدیم بعد از این، حالا هرچیه دیگه اومدیم و گفتیم بخونیم، الان دیگه حدودا ترم فکر کنم 9 باشم، آره دیگه 9 هم، ولی همچنان 70 تا 80 تا بیشتر باید پاس نکردم. بدبختم استاد، من واقعا به نمره درس شما نیاز دارم تا بتونم حداقل 15 ترم تموم کنم.
خب تو فعالیت کلاسی که انجام داده باشی منم بهت کمک میکنم، نگران نباش. فارسی سلیس گفتم من. فعالیت کلاسی که غیبتام ماشاءالله از تعداد حضورام بیشتر بوده. بعد واقعا کنفرانسی هم که شما گفتید من نتونستم ارائه بدم. میگم اگه میشه شما یکم دست و دل باز رفتار کنید کلا با بنده، اصلا کاری به دیگران ندارم، با بنده یکم باز رفتار کنید. یعنی چی باز رفتار کنم؟ یعنی باز رفتار کنم. باز هستید یا نه؟ جان؟ میگم شما استاد دست و دل بازی هستید یا نه؟ آره. منم میخوام باز کنم شما، یعنی منظورم اینه که چی؟ ها؟ چی؟ ببخشید من یکم فن بیانم مشکل داره شهروندم. میگم اگه میشه منم میخوام با شما بازتر صحبت کنم، شما رو باز کنم باهاتون سر بحثو، که بهتون بگم که من درس نخوندم، اگر میشه شما لطفاً به من بدید. چی بدم؟ چی میدن معمولا اساتید به دانشجو؟ چی میدن؟ سوالم از شما اینه. جان؟ نمره میدم. آفرین. نمره. من الان دقیقاً دغدغه‌ام نمره است. خب یه خلاصه نسرین جون هر گلی زدی به سر خودت زدی دیگه. حالا فکر کن نسرین جون که خانم علایی عزیز، ببخشید من آخه اسم یکی از خاله هایی که حالا تنی نیست، ناتنیه، بعضی وقتا آبتنی هم میکنه، اسمش نسرینه. بعد دیگه من حواسم نبود که شما خانم علایی هست، من با اون نسرین رو از اشتباه گرفتم. مشکل نداره. خب بله پس اگه میشه شما کی میتونید به من بدین؟ من حالا مثلا میگم کی من بیام تو سایت نمراتو ببینم، مثلا ببینم شما نمره به من دادید، من یکم عشق کنم، ذوق کنم، بگم به چه استادی. تبلیغتون رو میکنم استاد. تو این نظرسنجیایی که هستش برای ارزیابی اساتید میزنی نمره رو میبینی، من تو اونجا برای شما همه رو زدم عالی 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 عالی، یعنی انقدری که من به شما تو اونجا نمره خوب دادم به هیچ کی نمره خوب ندادم. تو توضیحاتم نوشتم که فقط تنها مشکلش این بودش که ببخشید جسارت نباشه، بعد یه کوچولو اضافه وزن داشتن، یه کوچولو سر سوزن شما. شما توضیحات نوشتی اضافه وزن داشته؟ آره خب بالاخره تو تدریس خیلی تاثیر داره. مثلا فکر کن یه جیگر داف، منظورم یه استاد خیلی معمولا حالا خوش اندام، خوش استیل، خوش سر و زبون، داف کلا جیگر، بیاد درس تدریس کنه، آدم بهتر میفهمه تا مثلا یه سیبیل بلند شه بیاد اونجا بخواد تدریس کنه. البته شما که خیلی خوبی دا بزنم به تخت میلف خوب، خیلی استاد خوبی هستید. بله جان. چون نمیدونم توضیحاتو همه میخونن فقط من نمیخونم. یعنی چی؟ اون توضیحاتی که اون پایین مینویسین همه میخونن، بقیه استادا هم میخونن. واقعا؟ بله. خب میرم اصلاحش میکنم، گزینه اصلاح نداره؟ نمیدونم، باید ببینی ویرایش دارن. من نمیدونستم استاد، دقیقاً اگه میدونستم که شما مثلا بقیه اساتید نمیخونن یا میخونن خیلی تاثیر داشت. ببخشید تو خدا، من فکر کردم مثلا فقط خودتون میخونید، گفتم مثلا برای ترمای دیگه، برای دانشجوی دیگه رعایت کنید، یکم وزنتون اوکی کنید، شاید یکی چشش گرفت اومد حالا مثلا ازدواج کردید خوشبخت. الان ربطی داره به نمره شما اضافه وزن من؟ خیلی ربط داره استاد، یعنی اصلا وزن شما مساوی با یادگیری بهتر ما. چجوری مثلا؟ آخه حقیقتا استاد من یه دوره میرفتم پارک، خب پارکی بودم. بعد حالا نگید به کسی، بین خودمون بمونه، من یه مدت عرق میفروختم. اون عرقی که تو مد نظر شماست، نه عرق خار شتر، خار مریم، عرق شیری. آره تو پارک من میفروختم، دست فروش شدم. بعد اونجا یه پیرمرد اومد نشست بغل من، حالا بحث ازدواج و اینا شد، گفت زن چاق نگیری ها. گفتم چرا؟ گفت آخه خیلی بده، نمیتونی رو تخت جابجاش کنی. من گفتم مگه مثلا جابجا میکنن رو تخت، مگه وسیله مثلا چیزی مثلا کتاب مثلا جابجاش کنی؟ گفت نه حالا خود بزرگ میشی میفهمی. من هنوز بزرگ شدم ولی نفهمیدم. واقعا الان چیز بامزه‌ای گفتم استاد. آخه خیلی جالبه حرفاتون، چه ربطی به من داره این حرفایی که میزنی؟ خیلی ربط داره. الان مثلا میگم صندل پوشیدن به جوراب پوشیدن ربط نداره؟ ربط داره دیگه، ترکیبشون با هم دیگه خوب نمیشه. الان مثلا شما فکر کن من ورزشکار خوشندام سیکس پک دار، بعد شما اضافه وزن داشته باشید، خب نمیخوریم به هم دیگه اینجوری. آها قرار ما با هم بخوریم مگه؟ حالا اگه شما بخورید. جان؟ بله
میگم اگه بخوریم به هم دیگه که من استقبال میکنم، جرقه میزنیم بوم، انفجار رخ میده. آقای آجای فکر نمی‌کنید آخر شب شما دارین دیگه هجیون میگی؟ نه اتفاقا من حالم کاملا خوبه. شما خوب هستین؟ خانواده خوبن؟ ممنون. فقط استاد حقیقتا من سر کلاس 1-2 جلسه بیشتر نیومدم، حالا دیگه خودمونیم دیگه. نسل اینجا من زیاد سر کلاس نیومدم. بعد من تو دست شما هم حلقه ندیدم. مجردین؟ احیانا؟ بله البته شما رب نداره. چرا دیگه استاد؟ بالاخره از قدیم گفتن استاد و دانشجو محرم هم به هم دیگه. از قدیم گفتن عقد استاد و دانشجو رو تو آسمونا بستن. دکترا نگفته بودم مگه محرمه؟ نه اونا خیلی محرمن. دکترا دیگه مثلا میتونن بدون شورت مریضاشون هم ببینن. آها. حالا مثلا اساتید در حد حالا یه انگشت زدن و یه لمس کوچیک و اینا مشکلی نداره دیگه. بالاخره اسلام دست ما استاد و دانشجو رو باز گذاشته دیگه. دست دانشجو رو یا استادا رو؟ جفتشون. حالا مثلا دست منو باز گذاشته، چیز دیگه شما رو هم باز گذاشته باشه من نمیدونم. آها چیو؟ حالا هر چیو. فرقی هم داره مگه؟ شاید ممکنه فرق داشته باشه. به نظر من فرقی نداره. مهم دل آدمه، اون چیز آدمی که باید پاک باشه، بزرگ بشه. چیز آدم کدومه؟ چیز آدم بزرگ و پاک باشه. قلب انسان باید بزرگ باشه، صاف باشه، جذاب باشه. استاد علایی جانم میتونم حالا من طبق عادت چون به اون خالم میگم نسرین جون، میشه شما رو نسرین جون صدا کنم اگه جسارت نباشه، وقت ناراحت نشی؟ باشه. نسرین جون میشه حالا این ترمو منو پاس کنی؟ قول میدم برات مشتری جور کنم. باشه یه کارش میکنم، حالا ببینیم چی میشه. یعنی شما با جور کردن مشتری مشکلی نداریدم براتون مشتری جور کنم؟ مشتری برای کلاس هم دیگه. آره استاد، من میرم تو این گروه‌های دانشجویی میگم فقط نسرین علایی، عشق است نسرین علایی، بعد اسمتون رو چیزام تتو میکنم، میرم تو خیابون به همه نشون میدم میگم بچه تو قلبم سمت چپ چیزم سینم، بعد میزنم میرم تو خیابون میگم کسایی که دانشگاه تهران جنوب درس میخونن همین الان بلندشن برن با نسرین علایی کلاس بردارن، ورنه من باشون کلام میره تو هم و فلان و اینا. یه کاری میکنم. شما قلبتون تو مشتتونه؟ جان شما قلبتون تو مشتتونه؟ نه من قلبم ببخشید پشتمه. پشتتون؟ من چون میگین یکی رو میدم همه، گفتم شاید تو مشتتون باشه. نه من آخه من نژادم با نژاد میرچه ها، یعنی همون مورچه ها یکیه. خب بعد این میرچه داخل پرانتز مورچه ها میدونید دیگه قلبشون پشتشونه. من اصلا میخوام به یکی بگن تو قلبه، میگن تو پشتمی. مثلا میخوام به یکی بگن خیلی دوستت دارم، میگن بیا برو تو پشت من. جان کوچه های شهر؟ اگه کوچه های شما هم باشه ما کوچه های شما رو وجب به وجب متر میکنیم، حالا با مترهای دیگه. استاد نسرین عزیز، نسرین حالا اگه اینتر منو پاس کنی منم قول میدم برای جبران کنم. باشه حالا یه کاری میکنیم که نه دیگه. حالا شما من برم تو سایت نمرمو ببینم همون دقیقه درجه دوباره با شما تماس میگیرم و شما رو به صرف یه چیز خوشمزه دعوت میکنم. چه چیز خوشمزه؟ کریستوفیاک یه غذای جدید هست، غذای روسیه. بعد پاستاه؟ جان کریستوفیاک. شما میتونی بهش بگی پاستا. پاستا هم میشه خوردش. خب چه رنگیه؟ چه رنگیه؟ شما چه رنگی دوست داری؟ والا ما صورتی دوست داریم. شما چه رنگی دوست داریم؟ استاد هر رنگی که کالباس باشه. کالباس چه رنگیه؟ من زیاد رنگ شناسی. کالباس صورتی و قاطی داره. خب گلبهیه اصلا معروفه به کالباسی. حالا شما کالباسی هستین؟ رنگ پوستتون؟ ما رنگ پوستم چه دستی داره الان؟ نه کلا رنگ پوست خیلی تاثیر داره تو انتخاب من. شما اگه کالباسی هستید من زیاد نمیخوامتون. من رنگ کلوچه رو بیشتر دوست دارم. یعنی چی رنگ کلوچه؟ کلوچه نادری تا حالا خوردین؟ بله. الان کلوچه دارید خونتون؟ من بیام کلوچه‌تون رو بخورم؟
نه متاسفانه. گریه میکنی؟ با کلوچه خاطره بد دارین استاد؟ آره خاطره خیلی بدی دارم. بله. اگه حالا میگم شما کلوچتون که منظورم خونتون کلوچه نادری دارید، من با کله میخوام میام کلوچه بخورم. کلوچه الان که ساعت 11 شب کجا می‌خوای بیا؟ اشکال نره 11 شب کلوچه خوردم و نوشابه خیلی حال میده. تا حالا کلوچه و نوشابه خوردین؟ خیلی زیاد. کریستوفیاک با سس آلفردو خوردین؟ اینو نمیدونم چیه، بعد بخورم تا ببینم چجوریه. استاد یه غذا هستش که فقط مردا میتونن درست کنن، این کریستوفیاک رو. باید خیلی خوشمزه باشه ولی من نخوردم. خیلی خوشمزه است، هر کی خورده راضی بوده. شما که نخوردی خودت، 100% خانما خوردن دیگه. میگی مردا درست. من الان دارم از کریستوفیاک تعریف میکنم چون غذا مورد علاقمه، یعنی دخترها خوردی خودت؟ جان خوردی خودت؟ نه خودم که نخوردم، ولی خب من خودم طرز تهیه‌شو کامل بلدم. بعد من این کریستوفیاک رو معمولا میان دختران 13 تا 38 سال گذاشتم. شما چند سالتون بود جسارتا؟ 37. 37. بعدی شما هم تو رنج سنی کریستوفیاکای من بودید. این کریستوفیاک رو میذاری رو میز. بگو خب کریستوفیاک رو میذاری رو میز. بعد یه پوست داره که معمولا پوستش ماماندوز ممکنه باشه، ممکنه هفتی باشه. بعد پوستش رو جدا میکنی. مگه مرغ پوست داره؟ جان؟ مگه مرغ پوست داره؟ نه موزه. مرغ نیست، موزه. بعد پوست میکنی این کریستوفیاک رو. بعد که حالا پوستش رو کندی، یه مقدار حالا بالا یه حالت کلاهک شکل داره. کلاهک شکلش باید یه مقدار تر باشه، مثل باستن خیار که باید تر باشه. بگو خب تر که شد آماده خوردن. جان؟ چه چیز عجیب غریبیه. ترم باید بشه آخرش؟ ترم میشه، ترتونم میکنه. ترمونم میکنه؟ چجوری تو نیست ترمونم میکنه؟ نه یه منظورم که تر میکنه شما رو. تر میخوریم تر میکنه ما رو؟ آره دیگه. مثلا میوه های آبدار خوردی تا حالا؟ مثلا نارگیل خوردی؟ یا چه میدونم میوه آبدار، پرتقال خوردی تا حالا؟ دیدی مثلا میخورید هندونه میخوری تر میشی. این مثلا تر کننده شماست، ترتون میکنه. خیلی چیز جالبه. وقتی هم که با همسرتون قهر میکنید و اینا، خرتون هم میکنه. ببخشید تو جسارت نباشه، زبونم دور از جون خر. ولی خب وقتی مثلا شما با همسرتون دعواتون میشه، همسرتون بهتون تعارف کنه، شما خر میشید، یعنی خیلی راحت آشتی میکنید. همسر که ندارم ولی خب چیز جالبی باید باشه. خیلی خوشمزه است. حالا من نخوردم. رو اوپن هم میشه خوردش؟ جان؟ رو اوپن هم میشه خوردش؟ رو اوپن میشه خورد. بعد رو میز ناهارخوری میشه خورد. تو همون مخصوصا مثلا حدیث داریم که کریچوویاکوف این ده هموموف، این اصلا حدیث چیزه، حدیث روسیه که میگن کریچوویاک رو باید توی همون خورد. جان؟ روسا هم حدیث دارن مگه؟ آره دیگه حدیث دارن. مثلا ما خودمونم یه حدیث داریم ایرانی‌ها، میگه زینالدین زیدان. یعنی چی؟ حالا مثلا به بعضیا میگم بابا اسم بازیکنه، میگم نه اسم بازیکن نیست عزیز من، حدیثه. میگه چی؟ معنیش اینه یعنی زینت دین، زیبایی دین به داشتن زیت‌های متعدده. و من واقعا این حدیث رو خیلی دوست دارم. این حدیث رو نشنیده بودم من اولین بار. اشکال خیلی چیزا هستش که شما هنوز ندیدید. ظاهرا خیلی چیزا نشنیدم و خیلی چیزا نخوردم. آفرین. من شما رو به صرف خوردن کریچوویاک دعوت میکنم به شرط اینکه شما بدید. چی؟ میگم به شرط اینکه شما فقط بدید. یعنی چی بدم؟ نمره رو. نمره رو. مگه ببخشید استاد جسارت نباشه، شما چرا انقدر چیو میکنید؟ مگه قراره چیزی به من بدید شما علاوه بر نمره؟ من ذهنم خیلی درگیره. شما حرف میزنید نمیتونید خب باشه. شما خیلی میخواد بدید. جان میگم شما خیلی دلتون میخواد بدید استاد، اصلا کلا به دادن علاقه دارید. این نمره دادن، این درس دادنه واقعا انگیزه رو توی شما ایجاد کرده. من خیلی دوست دارم توی شما رو ببینم. منظورتون نمره بدم دیگه؟ آره دیگه، من به فکر دانش شما نمره میدم بهشون.
این اصلا کلا این اخلاق حسنه شماست که باعث میشه من دلم بخواد شما رو بخورم. جان؟ میگم این اخلاق حسنه شماست که من حاضرم شما رو قبطه بخورم به حالتون، بگم که شما چقدر استاد خوبی هستید. کاش منم استاد میشدم انقدر راحت میدادم دست دانشجو نمرمو. چقدر دانشجوی با فکری هستی که اینجوری راجع به استادت فکر میکنی. دقیقاً. اصلا من میخوام شب تا صبح، شب تا به سحر بکنم شما رو عبادت. یعنی شما شدید الگوی من، شما شدید اسوه من در راه رسیدن به آرامش و صلح و صفا و دوستی. تو مسائل دینی خیلی فکر کنم اعتقاد داری یا؟ دقیقاً. هم حدیث میگی، هم نماز میخونی، هم میخوای. خیلی خوبه. دقیقاً. من زاپاسول علما هستم، میدونستید این موضوع رو؟ یعنی چی؟ یعنی هر جا مثلا یه مجتهدی لازم داشته باشن، یه عالمی لازم داشته باشن، حالا اون عالم نباشه، من به عنوان زاپاسول علما مثل زاپاس ماشینینا بلند میشم میرم اونجا، خودم میرسونه و عالم اون مقطع، به صورت مقطعی عالم اون قسمت میشم. یعنی جای کسی که میخواد نماز بخونه مثلا عالم باشه شما میری جاش وای میسی؟ آره دیگه، من زاپاسول علما حساب میشم. و اصلا این درآمد شهر خوبه. درآمد هم دارن مگه اونا؟ آره دیگه، ما هر سری که میریم برابر پاکت میگیریم توش پر پوله. پاکت میگیریم پر پوله؟ آره. شما چجوری؟ مثلا این حالا این روحانی‌ها میرن این ور اون ور، یا مدنها میرن این ور اون ور میخونن پاکت میگیرن؟ نه والله ندیدم. من از بقیه پاکت میگیرم. اما شما اگه بخواید من به صورت رایگان میام برای شما کار انجام میدم، نهایتش اگه خودتون بخواید نهایت بوسی مثلا بغلی چیزی میگیرم میرم. خیلی راحت. اوکی. اگه با شما مثلا بخوام بیام این علممو در اختیار شما بذارم، به بوسی بغلی چیزی میگیرم، تموم میشه میره دیگه. خیلی شیطون شدی ها. شیطون بودم. شیطون میاد پیش من درس پس میده استاد. الو ناراحت شدی؟ نسرین من والا انتظار همچین برخوردی از شما نداشتم. حالا استاد نمیخواد گریه کنی، حالا نذار توی دلت سردی بشینه گل من. نذار اونجا تو هر کی ببینه گل من. شما الان طبع تنازی هم داری مثل ماشاءالله. بله البته من تناز نیستم، من امیرم. اگه جسارت نباشه منو با تناز اشتباه نگیری. امیر. تو میتونی منو امیرم صدا کنی، امیر شما مثلا. امیرم. حالا الان که زوده. الان که زوده ولی خب حالا امیر خالی خوب. بابا اصلا میگن اونجا رو هر وقت از شورت بگیری تازه است. ببخشید ماهی هر وقت از آب بگیری تازه. ببخشید تو چیز خنده داره میگم شما میخندین استاد؟ من فکر کنم دارید اسکول میکنید. من احساس من اشتباه میشنوم یه ذره کلمات رو از شما نمیدونم چرا. درست میشنوی، کاملا درسته که میشنوی. میگیری درسته که میشنوم؟ راسته که میشنوی. راسته یعنی دست راست گوشی الان تو دست راستمه، راسته تو دست راستمه، شما داری میشنوی. خب من فکرم چیز دیگه راست. خب بله جا مگه چیز دیگه هم مثلا میشه راست باشه استاد؟ معمولا میشه دیگه. چی اون وقت من نمیدونم، اگه میشه یکم راهنمایی میکنی؟ من نمیدونم بعضی آقایان این موقع شب معمولا چی راست میشه. ما یه استاد دیگه هم داشتیم مرد بود، گفتم استاد میشه سر این درس راهنمایی کنید؟ گفت نه من فقط دبیرستانی. اصلا واقعا چی؟ آخرش چی گفتی؟ متوجه نشدم. یه استاد داشتی فکر کنم بشناسی، من اسمی برام غیبتش نشه، بهش میگفتیم استاد میشه راهنمایی بکنید؟ میگفت نه من فقط دبیرستانی میکنم. نه معنی صحبتتون هیچ وقت نفهمیدم یعنی چی. حالا شما اساتید شاید یه لغتی بین شما اساتید باشه که ما دانشجو خبر نداریم، اگه چی میدونید چیه که میشه راهنمایی کنید؟ یعنی چی؟ من فقط معنیش اینه که راهنمایی سنش پایین‌تر و بزرگتر بشه تا بعدا. الان بزرگتر بشه خوبه دیگه. آره دیگه هرچی بزرگتر بشه بهتره دیگه. حالا هر چیزی بزرگترش خوبه که نه دیگه. مثلا گوش بزرگ زیاد قشنگ نیست، شکم بزرگ زیاد قشنگ نیست، ولی مثلا میگم حالا جسارت نباشه رون درشت خیلی خوبه. چه خوبی رون درشت؟ رون درشت خوشمزه است. خوشمزه از اون نظاره من خودم از اون دوست دارم.
منم خیلی رون دوست دارم که خوشمزه است. آها. رون مرغ میگی دیگه؟ جان؟ رون مرغ میگی دیگه؟ مگه رون دیگه هم هست که خوشمزه باشه؟ آره رون گوسفند مثلا، رون گوساله. مثلا کون شما. الو جان؟ میگم رون مثلا شما رونتون در چه حد، ببخشید جسارت نباشه، شلوار که میخواید بپوشید سایز شلوارتون چنده؟ روناتون درشته؟ من زیاد دقت نکردم. شما همیشه من میام کلاس اونجا منتظرم کوتاه چجوری دقت نکردی؟ استاد من میگم زیاد سر کلاس نیومدم، بعد ببخشید من هیز نیستم دید بزنم استادمو. آها دید نمیزنی. آدم ناموس خوشه که دید نمیزنه که. الو جان؟ دیگه خلاصا نگاه نکردم استاد، اگه میشه به من بگید درشته چجوریه جریانش؟ متوسطه. بعد سایز چنده استاد؟ سایز چی؟ 39. کفش میگی دیگه؟ جان؟ کفشم 39. نه سایز چیزیتونو میگم. چیز دیگه ای نداریم دیگه؟ چیز دیگه یعنی چرا این همه سایز دیگه بیاید بالاتر از پا. چقدر بیام بالا؟ از زانو بیام بالاتر؟ از زانو بیا بالاتر. خب میرسیم به ناف. یکم بالاتر. خب سینه. آفرین. چند؟ جان؟ سایزش چند؟ دیگه داره خیلی خودمون میشی ها امیر جان. بله جیگر. حالا چند؟ حالا میبینی بعدم؟ میبینم بعدم. تو مگه دیدنیه؟ چی بویدنیه؟ نه حس کردنیه. مثلا میگن آقا سایز معرفتت چقدره؟ من سایز معرفتم زیاده، از 1 تا 10 سایز معرفتم 9 8. خب سایز معرفت شما رو من خواستم بدونم چنده. مگه معرفت دیدنیه؟ معرفت نزدیک 90 رسیده. آها معرفت شما نزدیک اون کمالات دیگه شد، اون دیگه معرفت نیست. ماشاءالله بزنم به تخته کمالاته. بله من باورم نمیشه استاد حقیقتا که معرفتم 90. آره معمولا داشتی ازم تعریف میکردی. نه من باورم نمیشه. میدونی چیه، من حقیقتا سخت باورم، دیر باورم. خب چرا؟ من بالاخره هر چی با چشم نبینم باور نمیکنم. اگه میشه بی زحمت شماره‌مو که الان افتاده دیگه، قطعا شماره منو شما نداشتید، من شماره‌تون داشتم، شما پا تخته شماره‌تون نوشته بودید، من سیو کرده بودم. اگه میشه الان شما یه پی ام تو واتساپ به من بدین به همین خط، بعد پویسرش اون عکس معرفتتون رو برام بفرستید ببینم معرفتتون حالا اونقدر هست یا نه. چرا این کار نمیکنه؟ اشکال نره. چیتون کار میکنه، کجاتون کار میکنه من بیام تو اون قسمت تلگرام بخشی تلگرام کجا میشه من نمیدونم. اگه منظورتون تلگرامه که اوکی تلگرامم خوبه. اگه اونجا هم میتونی بفرستی این چی میگید به پروکسی فارسی سازیش کنیم چی میشه؟ تحریم گذراتون کار میکنه. اونجا رو هم بفرستید من ببینم این سایز معرفتتون که فرمودید 90 رو من ببینم. حالا شما چی میفرستی برای من؟ منم سایز کمالاتمو میتونم برای شما بفرستم ببینی. چنده؟ کریستوفیاک رو میگین؟ کمالاتتونو؟ کریستوفیاک اسمش. قدیم اسمش گذاشته بودم تیرکس، دیدم بچه‌ها وحشت میکنن سمتش نمیان، دخترها نمیان سمتش دیگه، گفتیم اسمشو بذاریم کریستوفیاک، حداقل اسم غذای چیزی بذاریم روش خرشم بیان. آره بعد اونو چجوری میذاری رو میز؟ چی؟ اونو چجوری میذاری رو میز؟ میذارم رو میز لودر میارم، یکم گود برداری میکنم، بعد این بیل مکانیک شامل میندازمش رو میز، بالاخره با جرثقیل میکشمش میندازمش بالا رو میز. خب یالا سخته است، درسته حمل و نقلش هم سخته، هر جا میخوایم بریم. چقدر بزرگه که سخته؟ از تهران تا قم میدونی چند کیلومتره؟ نه چقدره؟ حالا برو سرچ کن ببین، شوخی کردم، ولی حالا جدا از اینا کلا بزرگه. شما فرمودید هر چیزی بزرگش خوبه، ما این بزرگا رو داریم پرورشش میدیم، گسترشش میدیم، به حد جهانی برسونیمش، به حد صادرات برسونیمش. چنده؟
چند دوست داری باشه؟ بگو حالا. چقدر تو کار لازم دارید شما؟ من اینو بدونم. شما بگو اندازش چقدره. شما بگو چقدر تو کار لازم داری، من همونقدر تحویلت بدم. بقیه‌شو میفرستیم برای کمیته امداد ماشین تو کار لازم داشته باشم. شما داری؟ فکر کنم اون چیزی که شما میگی اتوبوس با بارش چند دور میگیره تو شما دیگه جسارت نباشه. یعنی مثلا من بیام پشت شما بگم که نسرین، صدا اینجوری میشه نسرین 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 صدا اکو میشه. الو میگم که حالا اکثر رو میفرستی برام. من یه لحظه گوشی، ببخشید یه لحظه گوشی، من اصلا مامانم داره صدا میکنه. لحظه گوشی بچه‌ها، من الان میوتش کردم. یه انرژی خفن به من بدید پایین صفحه داله برعکس رو بزنید، این وایت پیپل رو بزنید، دوستاتون رو دعوت کنید، من عکسو ازش بگیرم. الان میذارم پروفایلم همتون ببینید، 30 ثانیه بیشتر نمیذارم. پینگاتون رو بزنید، تعداد برسه به 400 عکسو بگیرم آپلود میکنم. الو ببخشید من مامانم صدام کرد، گفتش که نمیای شام. گفتم الان میام عزیزم، یه دقیقه وایسا من مکالمه‌ام تموم کنم میام. ببین فقط من مونده به این که شما بی زحمت این عکس‌ها رو برای من بفرستی، بعد من ببینم کمالات شما رو، یکم چشمم باز بشه به روی حقیقت. قبل که من عکس بفرستم شما باید عکس بفرستید. منم عکس رو میفرستم. من نتم الان که دارم با شما صحبت میکنم من نتم قطع میشه. خب بله عکس رو بی زحمت برای من میفرستی، یه دقیقه برو حالا جلو، همه چیزی عکس کمالات تو برای من بفرست. باش. مرسی. یه لحظه مامان الان میام، یه دقیقه وایسا. اومدم. یه لحظه گوشی، یه لحظه نه هنوز نیومده. یه دقیقه وایسا، من نتم رفرش نشه. یه دقیقه وایسا الان میام. یه دقیقه وایسا، بچه داره میفرسته، تعدادم رسید الان آپلود میکنم. الو بله. نتم مقدار ضعیفه استاد، جسارت نباشه ببخش. اگه اومد دستو بگی زیرش. چی؟ میگم اومد. نیومده هنوز استاد، حقیقتا الان منتظرم که بیاد. ریدم تو این نت. حالا از خوبیات بگو دیگه، چی برای ارائه داری عزیز من؟ شما بگو، نگفتی چنده بالاخره؟ چنده؟ گفتم که چند به کارت میاد. چند به کار گفتم 30 که تو که 30 نیستی 100% با این هیکله. 30 نه قطعا 30 نیست. مگه هیکل من شما یادته؟ بله. حافظه خوبی هم داری، حافظتو دوست دارم من یزید. وایسا فکر کنم داره لود میشه، وایسا یه مقدارش اومد. خب اوکیزه 426 تا الان دارم میذارم، 30 ثانیه هم بعد برمیدارم. الو هیچی، میگم نت من تا 30 ثانیه دیگه وصله. تو این 30 ثانیه بعد سریعتر بچه‌ها پیامو بهم بدن، کمتر از 30 ثانیه میذارم برمیدارم، چون نمیشه گذاشت اکانتم. بچه‌ها کیه؟ بچه‌ها دیگه چیز ها، نه با شما نیستم استاد، میگم من بچه دارم، بچه زیاد دارم. بچه داری؟ آره بچه داری به من زنگ زدی اینجوری میگی؟ آره دیگه بچه دارم که زنگ زدم بهت. یعنی بچه دارم. بچه‌ها 10 ثانیه دیگه برمیدارم. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 برداشتم. یه عکس دیگه گذاشتم، حالا تا برم آپدیت کنم رفرش کنم عکس خودم بزنم. الو چی میگی؟ میگم استاد شما خیلی کمالاتتون درشته، من واقعا کمالات شما رو پسندیدم و دوست داشتم. و اینکه یه چیزی هم بهتون بگم استاد، حالا جسارت از هر چیزی نباشه، حقیقتا من امشب مست بودم. خب زنگ زدم باهاتون شوخی کنم، همین. حالا من حالت طبیعی ندارم. یعنی همه حرفا که زدی علکی زدی؟ نه استاد اصلا حالم خوب نیست، من باید برم قرصمو بخورم. کاری نداری؟ یعنی چی آقای آقاجانی؟ استاد من اصلا حالت طبیعی نیستم، حالا با هم دیگه بعدا صحبت. کاری نداریم؟ نه استاد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون. بچه‌ها دمتون گرم، مرسی ازتون.
من دیگه مجبور شدم سریع قول داده بودم بعد میذاشتم برمی‌داشتم. دمتون گرم که تا آخر موندین. مرسی بچه‌ها. تو بک چنل خودم ریاکشنتون نسبت به این کال